کدام جا خواندیم؟ کمانड که بنده بود. خب ما که بر گفتن که باید هر پاراگراف قطع شد دیگه باید شروع شد. ببین زمانی که کمانड چک باشه اینجا انتر میکنه دیگه ورقم شروع شد یا نشد. اگر چک نباشه جران چک میکنم الاو یعنی بریک باید شو میده شو باید دیگه نه که ما بر گفت ای رقمه و نون و که صبر کردم آمدی از ذهنم بیرون بود مکملی کمانड. و اینجا باید کدام کمانड ها اینی کمانड ها باید آنچک باشه. اگر جلد که اینی چکم میکنی پروانه دارم دیگهش باید شو آنچک باید باشه. صحیح؟ خلاص شده کمانड کار. insert picture offline و online خب امروز میم از پوزیشن بخیر شروع دی رو سیاره خواندیم لیاوت و پریم و اینی پوزیشن موقعیت عکس میگوید. درباره چی بحث میکنه؟ زمانی که حرکت نمیکرد باید رفت سکویر باید بگیرین اکوال آرین دی قوس شروع قوس بند انتر. اینجا عکس داریم. عکس موقعیت در ورق برید نشان میده که کجا باید موقعیت عکس باشه. صحیح؟ مابین پایین راست پایین چپ پایین مابین چپ راست بالا تا مابین نوشته. میبینی؟ موقعیت چی را معلوم کرده میتونیم؟ عکس. شاگرده اپشن داره. اپشن سکویر هورزونتالی گپ میزنه. کجا گپ میزنی کمانड ها؟ هورزونتالی افقی یعنی طرف و این طرف و طرف چپ و راست اینجا چی میکنه؟ نزدیک می. و ورتیکالی مانا؟ عمودی بالا و پایین. حال ما میخیم الیمنت عکس طرف چپ تا چی؟ لفت تا کجا برا؟ تا مارجن. چپ تا مارجن آمد یا نامد؟ یا میخیم که الیمنت رایت تا کجا برا؟ پیج. element چیست؟ عکس. اینجا باز میم شکل کتاب چاپ میکنیم طرف این سایت تا پیج بید برا. این سایدشی نیست. این ساید و ساید بیش یعنی کتاب شکل که چاپ میکنیم ورقو outside inside mirror شکل کتاب. این طرفش inside است. این طرفش کدام ساید است؟ inside. اگر بخوای نه تا outside تا مارجن بید باشه. این outside کتاب است. گرتاناست؟ یعنی اگر بخوای که از ورق ها کتاب منجور میگیری شب شما میدنی عکس با شب با شرکت بدید. ابسولوت چند فیصد از چی؟ از پیج 1% این طرف باشه. ابسولوت 5 از پیج 5 طرف شد. میبینی؟
لفت بالا انتخاب است. علی یک شد. میبینی یکی قدر میشه، دوی قدر میشه، سه قدر میشه، چاری قدر میشه. و تو جه عکس خورد است دیگه. صحیح. اینجا دلخواه یعنی میتونی که چند فیصد طرف پیش تا مارجن به چند صفر، مارجن علی صفر قرار. از مارجن ای طرف به چند 22%. میبینی این فاصله که میدی چه میدی؟ فاصله. یک قسمی فاصله. یا میخوایم که حالا 1.5% است، ما میخوایم 3 قدر هم کنید. خب منظوری 3 که اگر بودی اون طرف میره نه. میبینی؟ دیگه خود جه نیست که اون طرف برم. ریلیتیو با فیصد. از مارجن طرف چپ نه، از پیش طرف چپ 5%. این 5% چه علاقه ده نکنه. ما میخوایم یک 10% دیگه میلاب 15. فیصدی چقدری طرف دیگه فکرتان است؟ بچی با فیصد شما میتونی که با عکس حرکت بده هم. اینو خب ها؟ من نمبر بود. مشکل دی کمانده است؟ نیست. آلی ورتیکلی باز میکنم مدی عکس برا بالا تا مارجن آمده نام عکس برا بالا پایین تا مارجن یا تا پیج تا چیه بنا پیج. میبینی یا در سنتر باید برا، سنتر پیج برا. سنتر پیج است فکرتان است. یا 3% از بالا، 3% طرف است نیست. از بالا باید 20% این طرف باشه، 20% این طرف است. میبینی؟ یا میخوایم move object text. داخل یک پاراگراف است نیست؟ داخل اینی پاراگراف است. بالا یک پاراگراف. ما اینجا چی نوشته است؟ پیج. که کلیک کنی چی نوشته شد؟ از پاراگراف چقدر باید پایین می؟ 1.5 پاراگراف دیگه. چقدر که دیگه چی میکنی؟ دور میکنی از پاراگراف. از کجا؟ یعنی قلف داره. مثال میشه که بالا و پایین ببری موومنت حرکت جش. این ما میخوایم قلف کنیم که کسی نتانه که دایرکشنش تغییر بده. میتونی قلف هست یا غیر؟ نمیتونی. دایرکشن عکس نشان میده. کجاست یک شب مداره میخوای که شب علامه شب منجا استاد میکنی. علامه شب است. علامه عکس است. allow or loop این را خب میفهمی. زمانی که استاد نباشه نمیتونیم یک سر با سر کنیم. وقتی که استاد باشه باز میتونیم دیگه. میبینی؟ اینجا که از شاید یک جدول داریم. چی داریم؟ جدول. یک عکس شما گرفتی در یک داخل.
در टेबल چی انداختی؟ عکس انداختی خود تایید. این کماند میکش عکس. دیره شما فهمیدی؟ وظیفه چیست؟ هر چی که در टेबल باشه وظیفه اینی کماند است که از टेबल برید چی کار میکنه؟ اگه یک عکس دیگه نباشه ها؟ اگه عکس دیگه نباشه هر چی که باشی وظیفه زیرا شما کار کو فعالش کو سو بر ما باز برو فعال نشید دار خونه دانست ما شما کار کو فهمیدی؟ وظیفهش خبرت گفتم وظیفهش چیست؟ اول استاد باید اون تایپ شه و خود دلی تو کار کو باز بر ما بود در جدول تایپ شه و در تایپ اسپیر وظیفهش خبر کو بگین اگه وظیفه نمیگفتم باز بخی بر سخت میشد باز میماندین اگه چه قسم که دیگه کمان رو ماندین اینی وظیفهشون است دوام فراب تکس راب تکس چه کرده؟ همین جبت شما بفهمی inside اینی شکل این پرانتا و به هر نمیه خب معلوم نمیشه بر شما یعنی ما میخوایم این طرف باید نوشته نباشه بای خاطر یا نباشه این طرف هم نباشه صحیح؟ move with the text specs position on page وخط the position on the page yeah move with the text یا move layout option بای شکل صحیح؟ دیگه اپشنشن اصلا و یه رقم معلوماتم سیت از دیفالت شده نه سیت از دیفالت نباشه مور اپشن بود ساید هر دو طرفش نوشته باشه هر دو طرف نوشته داره یعنی چپ راست ما میخوایم نه تنها طرف چپ نوشتهش باشه طرف راستش نیست یا ما میم نه طرف راست نوشتهش باشه نیست یا ما میم لارجست لید هر کدام طرف که جه زیاد به دو طرف نوشته باشه طرف جه کم هستی طرف چیست زیاد است طرف جه زیاد باید نوشته باشه یا مثال اینی عکس است میخوایم که از 4 طرف از عکس نوشته باید چقدر دور باشه از تاپ چقدر دور شد یا نشد از لفت بیخی دور نباشه از طرف لفت از باتم بیخی هم دور نباشه خب از رایت هم باید قدر دور باشه طرف بیخی دور نیست خب این طرف چی است؟ بالا دور است یعنی موقعیت نوشته برات میگه مشکل نہیں اوکی و دیگه خو میفهمی کنسل کدام یه خود تناکس دبیرش عکس یعنی قسم می نوشتهش در بالی قسم نمونهش هست نمونهش ورطوردی خو بیخی اثر است اون اثر است یه خود سایز عکس است 4 طرف اگه یه چک باشه هر طرف کوتاه میگه طرف و طرف فهمیدی؟ یه ریلیتیو پیج و شیپ و چی و ریسیت و بالا دیدی میانا میبینی؟
چک شد بالا تیدی آورد یا نه خب یگانش که دو وان نمیشه شبا گرفت میبینی چند فیصد بیدی کراش بلندیش 150 وردش 12 ایرا میفهمیدین اینجام هایت و ویریت و روتیت چند بیصد روتیت شود 45 درجه زاویه که برش پورا خمیسه بیخی آسان است اینجا bring forward sing backward bring to front چی مانا چی است اکسا خو نیست زیاد خو نیست خوب است که زیاد باشه कंट्रोल सी कंट्रोल वी चलो ज्यादा तरफ था कंट्रोल वाई कंट्रोल एक्स कंट्रोल वाई ما میخوایم که او آخری اکسس نیست ای باید برینگ فارورد یک باید پیشری به یک پیشری به یعنی ها سینگ بکورد چی کار میکنه یک پشت سر میره یک دم پیشری برا برینگ تو فرنت یک دم پشت سر ببر سینگ تو فرنت برینگ فارورد یک و برینگ تو فرنت یک دم سینگ بکورد یک سینگ تو بک چی میکنه یک دم و برینگ in front of the text اول سینگ behind the text میکنیم یک نشته کجاسی؟ شروعی نوشته پشت سر ما میخواییم bring in front of the text پس میخواییم send behind the text میبینی و selection پان وظیفه‌ایش نیست که برای ما یک لیست اشکال اکثر خلاص میکنه میشه که اینجا bring forward send backward کار کنی میشه که کلگی هایت کنی میشه کلگی شور کنی میشه که یک دانه مزاحمت میکنه از بین هایت میکنی و وظیفه‌اش چی است؟ لیست چی را دیده میتونیم؟ اشکال و اقسام بعد از این الیمنت داریم کدام کماند است؟ alignment وظیفه‌اش چیست؟ یک طرفش هم مساوی نیست مساوی است؟ ما میخوایم به طرف راست باید کلگی مساوی شود لفت طرف چپ کلگی مساوی شد یا نشد راست سنترش مساوی شد سنتری کلگی مساوی شد رایت طرف راستش مساوی شد طرف راستش مساوی شد یا نه اگر این را ما روتیت کنیم
بالایش از کلگی باید مساوی شود تا میدان ما بینش او علای باتم پایینش دیستریبیوت اینجا فاصله کم است مگر اینجا مساوی باید تقسیم شود مساوی تقسیم شده یا نشد دیگه ایش چیست عمودی اگه قسمی میگه فاصله کمی بود اینجا فاصله کم مگر اینجا فاصلهش باید مساوی تقسیم شود سابق که الیمنت میکرد لیفت اور سنتر مطابق کدام شپ میکرد کدام شپ که دا موچه می بود مقسم میکرد یعنی سه شپ هم اینجا بود اینجا کلگی مساوی شده نشد آل ما میگم الیمنت کنه خب مطابق پیج طرف سنتر در مابین پیج سنتر میشه طرف راست در مابین پیج راست میشه طرف لفت در مابین پیج لفت میشه نه مطابق مارجن به دیکار شو مارجن خمیش نشی طرف سنتر در مابینش طرف لفت طرف راست مطلبش میفهمی کمان ای خو الان ابجکت یعنی در بین اکسا باید باشه پیش رو در بین اکسا میبینی یعنی مطابق اکسای کار باید کنه یا مطابق پیچ یا مطابق مارجن یو از علامین گیت دیده میتونی اینجا اکس سبز میبینی یه طرف که میه که زمانی که کمان چک باشه یک اکس سبز و نارنجی و سرخ نمی میبینی یا use view grid line grid line هست یا نیست چی دیده میتانیم grid line دیده میتانیم ببینی شکل دا grid line از view از اینجا میتانیم بیارم خو اینجا که میم grid line setting display ये चार कमांड वजीफे चीज खत निशान में थे ज़ेर पैराग्राफ निशान में थे तरह पिचअप निशान में थे मार्जिन निशान में थे बॉला मार्जिन पेज निशान में थे मी भी नहीं मार्जिन निशान में थे ये खता कुछ इनके के भी पेज गाइड मार्जिन गाइड पैराग्राफ गाइड्स बाकी ना पैराग्राफ गाइड्स ना माशा ज़ेर पैराग्राफ क्या लिखे मास में اگر برش بگیم که نیم باشه آمد یا نامد میبینی از مارجن هست یا نیست از پیج هست یا نیست خو اینجا بیا شاگردایی کماندان چکو کدام اینی دارن چکو نه از پیج می نه از مارجن می این خواست پاراگراف هست مارجن می این طرف چپ مارجن می نه از پیج می نه نمی اشکال خدایی نیست snap object to other objects یک object و دیگه snapping میکنه همیشه object در همراه دیگه object snapping میکنه زمانی که viewing باشه snappingش میبینی touch میشه که کم نزدیک شود مثل این دروبا واری touch میشه اینو چی میگن؟ snapping میگن کیا چیک باشه نی ما میخوایم هورزونتالی ورتیکالی مسیز تیبل را بیچ شو کنان شد یا نشد اگر بخواهی که دیگرم کلام کنی هورزونتالی ورتیکالی اینجا use margin چی مانا سابق خوی طرف و گریڈ لین نام آده دا مارجن گریڈ لین داره یعنی ایره که چک کنی دا مارجن هم نیه
مرجان هم آمد یا نه آمد؟ 4 طرف میه. دیگه طرف مرجانش چی کردی؟ زیاد کردی. display green line on screen ये خود display نمیشه. اگر بخوای display شوه نیکمان میگی. ما میخوایم خطای عمودی باید نباشه، vertically طرح عمودی نیست افقی است. میخوایم که افقی نباشی رسی برو عمودی است افقی یا باش. snap object to grid with grid line not displayed. هیچ مانا ایره دیگه هم کلان میکنه grid line. اینجا set as default خو میفهمی هر تغییرات که بودی برای ابنیش میکنه. ای object که اینجا snapping میکنه نمیکنه. چی میکنه؟ اتومات در جای چی میره نمیره، نموسل خدا میره سنینی خطا. اگر ما بیم یہ خود سنپینگ صحیح میکنه. اگر هم چک کنی سنپینگش هم دوام داره. ترو خو بخاطر شیپ بود. اگر بیم ما میخوایم گرید لین نباشه، هر گرید لین مثال نیسته، حالی سنپینگ میکنه؟ نمیکنه سنپینگ. اگر بیم اینجا برش بگیم سنپ کو، اگر گرید لین نبود میبود هم سنپینگ کو. میبینی؟ اگر گرید لین نیست حالی هم سنپینگ میکنه. نہیں مشکل ہے. گروپ میکنیم 2 شپ 3 شپ 4 شپ یا عکس. گروپ یک شده نشد پس میخوان گروپ پس امیدی نه دوسری دارن که انتخاب کنی یاد میشه. دیگه چی میکنی؟ روتیت. گروپ شو چه میکنه؟ رایت. وجه چیشان است؟ خدا عکس اینجا کامنت دیگه مانده بود که بنامی کراپ هست یا نیست؟ کراپ شو چه کدر کم زیاد میکنی. میبینی؟ عکس که حرکت نمیکنه. ما گفتو که سکیر بید اکراپ شو با این شپ یا اکراپ شو با این شپ یا اکراپ شو کم میشه شو یا فتو فلو خردو کلانو چی فهمیدی نی؟ بس هست؟ نه؟ خود بگا پاس کنه یار رقم کتاب دید میگه اینجا فرمات و کالاس خوان میکنه. خب از شب پر تو عکس شد ها؟ چی؟ نیتر خلاص نمیشه دیگه نمیشد خلاص برد